دوستان سلام، ارادت وقتتون بخیر باشه. امروز اومدیم برای کارهای هرس و نگهداری از گلوگه این باقویلای زیبا. خشکای پالمو استارت زدیم. شمشاد برام بعد یه کات کنیم براشون، مرداشون، یوکاشون، نیای خیزرانشون، پالماشون هم که ارتفاعشون بلنده همه رو باید ببریم. برگای خشکشو یه کار خوب تحویل مالک محترم بدیم. آقا محمد بدون چیز میبره قشنگ؟ این سرشو نگه نداری؟ اون بالایی ها رو منظورمه، اونا رو میزنه اینطوری؟ خب این خشکای یوکارم باید بزنیم و بریم برای انجامش. این باقولای زیبای مشتری خوبمون جناب آقای بابایی برای کار هرس اومدیم. این از چمن لیزماکیاشون تو بهترین وضعیت. این یه خورده باید قیچی بخوره. مردشون رو زدیم، شمشاد رو زدیم. بریم جلو براتون بگیرم. دومروبای توپی رو ببینید، مردا، لگسترون، نیاشون باید کل اینا قیچی بخوره. تو وضعیت خوبی هستن ولی خب نیاز به هرس دارن. فیتس پرومشون هم تو آفتاب سوخته متاسفانه. کامیساشون هم بذراشون باید چیده بشه. مرده هم بالا هرس شده و دستی به سروش باید کشیده بشه. این هم فونیکسشون، پالمای واشنگتن و برگه بوی زیبا یاسه هرمی. بریم برای اجراش. یه کار خوب تحویل مالک محترم بدیم. این از هرس شمشادی اینجا توی خط توی سطح. این پالم واشنگتن هم که برگاشو زدیم. این از برگای هرزش خشکاش. این هم بیگه کار از این طرف یه خط. این هم مانده یه کار که باید انجام بشه. اینا هم قراره براشون ترمیم کنیم، همه رو درستشون کنیم، شله چمن خوب داشته باشن. همونجا هست، یکی دیگه هم هست دقیقا همونجا. آقا محمد بذار ببره همونجاست. حالا مهم نیست، از اون بر میزنی. همونجا بازم هست داداش، اول زدی یه دونه به تنه افتاده چسبیده مستقیم بیخ تنه. آها همونه. برو بالا خودشه. یه ذره بچرخون. همونه، یه ذره بچرخون. همین حالت برو جلو. تمام خودشه، نگه دار. اوه اونو گیر داده به اون محمد. کلاه نجاتت داد. اشتباه رفت داخله. نه باید بچرخون. آها آره.
الان درسته. وقتی درگیر میشه باید بذاری خودش ببره، بازیش ندی. بذار خودش بره محمد. یه نفس بگیر. داداش یه نفس بگیر. این هم از سختی کار هرس پالم واشنگتن، ارتفاع 13 متر. یه سریشو با نردبون زدیم، ایناست اونا رو زدیم. متاسفانه اون ارتفاع بالا رو نشد. فرز بستیم سر لوله با فرز بزنیم. حاجی رضا وقت تموم شد، الان برق میره. زنده باد. اون خیسرم باید بزنی بالاییش. عالی عالی. یه نصفش عالی عالی گرفتش. بذار خودش ببره. این هم هست. این چیه این؟ این اولیه. حاجی رضا این اولیه چیه؟ بالاییش ساختمون رو نصف نکنی. دمت گرم. این بریدی فکر کنم. این بریده شده؟ بابا این پرنده ها هوششون از انسان ها بیشتره. 4 تا دونه ببین چیز جمع کرده، گرد کرده، یه دونه تخم گذاشته.
خشکای این دوتا پال، دوتا دسته برگ خشک قبلا تو پایین ترین سطح اینجا بود، آوردیمش بالاتر. اینم از زیبایی کار بعد هرس. مملونه پرنده‌ای که اینجا پناه آورده به این پال و خونه ساخته. کاری بهش نداریم تا جوجه بشه، فرزندشو اینجا بزرگ کنه.